باباجان باباخانов سابق دادستان کل از مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان طلب دارد که خانه سه حجرگی او را در کوچه حافظ شیرازی پایتخت بازپس دهند. این خانه سال 2016 بر اساس قرار دادگاه اسماعیل سامانی به اختیار وزارت عدلیه گذاشته بود. سابق دادستان کل تاجیکستان باباجان باباخانov روز 8 مارس در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی گفت آن وقت مقامات دادگاه خانه را همچون دارایی پسر محکوم شده است فیض‌الله ثبت کرده به وزارت عدلیه دادند، در حالی که به ادعای او این خانه را در زمان دادستان کل بودنش خریده است. باباخانov میگوید برای اثبات اینکه خانه مالکیت اوست تا به حال به نتیجه نرسید ولی از آن دست کشیدنی نیست. باباجان باباخانov در ادامه صحبت از آن شکوه کرد که بعد از مقام رفتن و دچار مشکل شدن پسرش فیض‌الله باباخانov با مشکل حقوقی و نجات دارایی‌هایش روبرو گردیده است. سابق پروکرور گنرالی برای مثال گفت چند دفعه با قبول وزیر عدلیه و رهبران نهادهای دیگر هم رفت ولی در مسئله خانه سه حجره‌ایش پاسخ مثبت نگرفت. او گفت بجز از منزلی که در آن زندگی دارد، خانه سه حجره‌ای و یک حولی ناتمام در محله 102 پایتخت مالکیت دیگری ندارد. وی میگوید بعد از سال 2010 بازنشسته شده با پول نفقه زندگی دارد و وقت خود را بیشتر با دوستان و همسالانش میگذراند. او اینچنین گفت پسرش فیض‌الله سابق دادستان ناحیه حصار سال 2013 از محبس آزاد شد اما تا هنوز بیکار است. باباجان باباخانov 10 سال از سال 2000 تا 2010 دادستان کل تاجیکستان بود. او را تنها نفری در حکومت امامعلی رحمان می‌دانستند که 2 نوبت 5 ساله این مسئولیت را بر عهده داشت و نفران قبل از او در این مقام نتوانسته بودند یک نوبت 5 ساله را هم به انجام رسانند. دوره راهبری باباخانov در دادستانی کل تاجیکستان با پرسر و صداترین پرونده ها از جمله علیه عبدالجلیل حامیدوف رئیس سابق ولایت سوخت، یعقوب سلیموف وزیر امور داخلی، غفار میرزایف رئیس آژانسی مبارزه با مواد مخدر و محمد روزی اسکندرов رئیس حزب دموکرات در یادها خواهد ماند. همه نامبر شدگان به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شده‌اند.